سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزم. من مهدی نامجو هستم و خیلی خوشحالم که خداوند یک بار دیگه این فرصت رو به من داد تا بیام راجع به یک موضوع مهم در مبحث رفتارشناسی سگ‌ها با شما عزیزانم به اشتراک بذارم. من از زمانی که وارد حوزه آموزش سگ‌ها شدم خیلی دوست داشتم که بفهمم که حالا چرا، یعنی در واقع خیلی علاقه‌مند بودم که پیدا کنم روش رفع ناهنجاری سگ‌ها رو. یعنی همیشه سوالی که تو ذهن من میچرخید این بود که مثلا چجوری من میتونم این ناهنجاری سگ رو برطرفش بکنم و خیلی راه‌ها رو میرفتم اما اون نتیجه که دوست داشتم رو نمیگرفتم. اما خیلی زود من به جواب سوالم رسیدم، اونجایی که یه ایده ای اومد که به جای اینکه بگردی دنبال اینکه چطور رفع ناهنجاری رو ایجاد بکنی، برطرف بکنی، مثلا یک سگ نافرمانه و من به جای اینکه بخوام پیدا کنم چجوری نافرمانی رو برطرفش بکنم، از چه راهی نافرمانی سگ رو به فرمان پذیری تبدیل کنم، بیام ببینم اصلا چرا سگ نافرمان میشه، ناهنجار میشه، اصلا بیام راجع به این ریشه ناهنجاری سگ ها تحقیق کنم، فکر کنم. و خیلی هم به لطف خدای مهربان من به جواب سوالاتم رسیدم و یکی از اون دلایلی که حالا چون یک موضوع خیلی وسیعه و راجع به موضوع رفتارشناسی من نمیتونم توی این فایل توی یه خط یا مثلا 10 دقیقه یک رو توضیح بدم. به همین دلیل من راجع به مباحث رفتارشناسی تو تمام دوره‌های آموزشی مثل دوره مقدماتی سگ‌ها، مثل دوره پیشرفته تربیت سگ‌های یک یا مثل کتاب سگ درون توضیح دادم که به صورت خیلی مفصل‌تر توی دوره صوتی رفع ناهنجاری و رفتارشناسی سگ‌ها کامل اومدن تو 5 6 الان 5 جلسه‌اش روی سایت mehdinamju.ir قرار گرفته و ممکنه این جلسات 6 و 7 و 8 هم داشته باشه که حالا بعد ببینیم به چه صورت خداوند کمکمون بکنه و بتونم این جلسات رو به بالاترین سطح کیفیت در دسترس دوستان عزیزی که میخوان توی این حوزه کسب علم کنن، چیزی یاد بگیرن قرار بدم. اما یکی از دلایل خیلی مهمی که سگ وارد ناهنجاری میشه، میگم دلایل بسیار زیادی داره. یکی از اونا اینه که صاحب یا اون فرد یا افرادی که اصلا من اسم صاحب رو برمیدارم چون خیلی از مواقع اصلا سگ صاحبش نمیشناسه و میتونم بگم 99% دوستانی که توی این حوزه حیوان میارن، یه حیوان مثل سگ، درک نکردن که یکی از مهمترین روش‌های تربیت و رام کردن حیوانی مثل سگ نیازمند اینه که قلاده دور گردن سگ باشه. من خیلی دوست داشتم راجع به یک موضوعی که بتونه یه سری مسائل برای خیلی از دوستانم برطرف بکنه صحبت بکنم و اصلا موضوعی که میخواستم صحبت کنم چیز دیگه ای بود، اما خب حالا به این سمت هدایت شدم که راجع به بحث انتخاب قلاده مناسب برای سگ صحبت بکنم. دوستان، روش‌های رام کردن حیوانات به شیوه خودشون یعنی قرار داده، یه قوانینی هست توی جهان که ثابته، یعنی یک قانونی داره برای اینکه من بتونم ارتباطات بهتری داشته باشم. قانونش اینه که من اون آدم مناسبه خودم باشم تا بتونم آدمای مناسب رو توی زندگیم جذبشون بکنم و از داشتن اون آدمای مناسب تو زندگیم لذت ببرم. یعنی یه قانونی داره. زندگی با سگ‌ها هم قوانین خودش رو داره. از گذشته شما اگه دقت کرده باشین برای رام کردن اسب‌ها میان از دهنه برای اسب استفاده میکنن. یعنی در واقع چه کار میکنن؟ خیلی هم مخالفن، ما اصلا کاری به مخالفان نداریم. ما نتیجه‌ای که از یک عمل کرده، از یک تصمیم یه نتیجه‌ای حاصل میشه و ما اون نتیجه رو میایم میبینیم که آیا مثبته یا منفیه، اون نتیجه رو ما سعی میکنیم که اون راهی که به این نتیجه رسیدیم و هی تثبیت بکنیم، هی همون راهو بریم. دوستان، اسب ها رو از زمان قدیم با دهنه رام میکنن. یک شی فلزی که از دو طرف حلقه داره
توی دهن اسب میکردن، دور سر سگ اسب میچرخوندن و حالا یا به سینه بند اسب این مهار میشد برای اینکه اون اسب سرکش رو بتونن رام بکنن با قوانین خودش که قوانین همه یکسانه، فقط بعضی مواقع شیوه ممکنه تغییر بکنه. پس برای اسب ها میان از دهنه اسب استفاده میکنن. دهنه اسب، نقطه ضعف اسب دهنشه. اگر اسب دقت کرده باشین، حالا من تو حوزه اسب خیلی مهارت ندارم، حالا دوستان زیادی هستن از دوستانم که تو این حوزه دارن کار میکنن و ما از تجربه تو این عزیزان استفاده میکنیم. اسب‌های باهوش زمانی که دهنه داخل دهنشون هست و اون افسارشون یا اون لیششون دست سوارکاره، به محض اینکه ببینن سوارکار اون لیشو خیلی آزاد گرفته یا جای نامناسبی از اسب قرار گرفته، گردن خودشونو میچرخونن، اون لیشو میندازن دور گردنشون، چون تمام قدرت اسب میاد دور گردنش و به راحتی با یه اشاره به این سمت بالا یا چپ یا راست افسار از دست اون فرد سوارکار یا هندلینگ جدا میکنن و میتازن و میرن. به خاطر همینه که باید توی مباحث مثلا آموزش اسب طرف میگه آقا جای مناسبی از اسب قرار بگیر، دهنه اسب رو میزون کن که نه خیلی اسب رو آزار بدی نه خیلی به اسب رو بدی که اسب سوار تو بشه. یعنی یه جورایی خوشایند سازی باید بشه اون دهنه برای اسب که قوانین خودشو داره. این مربوط میشه به چه کسایی؟ کسایی که عاشق اسبن، میخوان از اسب داشتن لذت ببرن. خیلی به عقب‌تر که برگردیم میبینیم که آقا توی موضوع اگه حالا فیلم‌های قدیمی و خیلی قدیمی‌تر نگاه کرده باشین که از گاو استفاده میکنن یا برای سواری، برای جنگ‌هاشون، یا برای چه میدونم گاوه رو بخوان نمایشش بدن، چه میدونم بخوان زمین رو بخوان باهاش شخ بزنن، حلقه هایی مینداختن دور بینی گاو، دور دماغ گاو یه حلقه های خیلی بزرگ رد میکردن، افسارش اونجا رد میکردن. چرا؟ نه اینکه بخوان آزارش بدن، به خاطر اینکه نقطه ضعف اون گاوه دماغشه. یعنی اگر فرد چجوری اصلا یه گاو زمین میزنن برای حالا کشتار، مثلا طرف مگه زمان قدیم جرثقیل بوده؟ الان نگاه میکنیم تو کشتارگاه جرثقیل میاد گاو از کمر بلند میکنه، بعد میتابوندش که بعد مثلا اون سلاخ میتونه بیاد سر اون گاو بزنه برای کشتار اون روز. خب زمان گذشته که جرثقیل و این امکانات نبوده که نقطه ضعف گاو پیدا کردن. نقطه ضعف گاو بینیشه، انگشتو میکردن داخل بینی گاو، یه دستور گردن، به محض اینکه سر انگشتو به سمت بالا فشار میآوردن، گاو به هر سمتی که فکر کنی میخوابید و کارشو میکردن. حالا ما نه گاو میخوایم تربیت کنیم، نه الان مباحثمون آموزش اسبه، ما صحبتمون سر سگه. دوستان اصلا نقطه ضعف سگ گردنشه. اگه دقت کرده باشین طول سگ ها رو به محض اینکه قلاده دور گردن طول سگ میندازید شروع میکنه به واکنش نشون دادن، جیغ زدن، فریاد زدن، عقب رفتن، بالا و پایین پریدن، گاز گرفتن بندلیش. چرا؟ چون میفهمه که قراره رام بشه و داره مقاومت نشون میده از رام شدن، چون یه حیوان وحشیه و داره مقاومت نشون میده از رام شدن. ولی آروم آروم با متدهای آموزشی ما میایم اون قلاده رو، اون بند لیش رو که سگ داره دائم میبیندش رو براش خوشایند میکنیم. اولین ضربه‌ای که افرادی که سگ میارن نگه میدارن، من نمیگم دوستداران سگ، افرادی که سگ میارن نگه میدارن، اولین ضربه‌ای که میخورن ضربه‌ای که اصلا نمیخوام بپذیرند که سگ باید قلاده دور گردنش باشه. اگه آقا اصلا سگ دیگه پامر فنجونی 2 کیلوییه باید براش قلاده بگیری. اگه یه آلابای 90 کیلوییه باید براش قلاده گردنی بگیری با بندلیش، نه اینکه فقط قلاده رو بندازیم دور گردن سگ بعد هارنسش کنیم نه، قلاده گردنی به همراه بندلیش که سگ اگه دقت کردی تو اینجور مواقع شروع میکنه به مقاومت کردن و ما باید حوصله به خرج بدیم، آروم باشیم، اجازه ندیم احساسات ما به ما غلبه کنه، شروع کنیم. من بارها دیدم دیگه متاسفانه، آی مامان جون دردش، من رفتم خونه مشتریام دیدم مثلا سگ اصلا هارنس هم نداره، به محض اینکه قلاده رو دور گردن سگ میندازیم، سگی که 5 سالشه مثل
انگار زیر سگ سوزنه میره رو هوا میاد پایین، بعد صاحب سگ نشسته سجده کردن به خدا، خدایا غلط کردم، خدایا این چه کاریه، تو رو قرآن آقا نامجو فلان بیسا. میگم ببین همین عمل تو باعث شده که سگت نسبت به تو غالب بشه، 5 سال حسرت این که با سگت بری بیرون رو تو در سر دلت گذاشته. جوری شده که سگ تو میاد روی تو حرکت جنسی انجام میده، اگر رو تو هم انجام نمیده رو اعضای دیگه خانواده است، اگر رو اعضای دیگه خانواده این کار نمیکنه رو لوازم اسباب بازیش داره این کارو میکنه. سگ آروم آروم نشونه گذاری میکنه. این خزات سگه دوستان، این ذات حیوانات قلمرو طلبه، این ذات حیوانات جنگجو و وحشیه. اگر من میرم یه سگ میارم صرفا دنبال این نباشم که مثلا حالا چه مدل کفشی پاش کنم که مثلا ست بشه با کاپشن تنش. تمام حالا من نمیگم تمام، 99% آدمایی که سگ من دیدم سگ تو خیابون دستشونه و قلاده هارنس دور کمر سگشونه، موهاشو گل سر زدن، قلاده هارنس داره، کفشو نمیدونم دامن پای اون سگ کردن. اون آدم هر روز آرزوی اینو داره که این سگه یا بره یا چجوری من بتونم رفتار نادرست سگمو برطرف کنم. بیش از 99% آدمایی که با سگاشون یکی از دلایلی که سگ‌هاشون به مشکل میخوره این که مقاومت دارن راجع به قلاده گردن یه سگ. چرا؟ چون اسم مامان جون و بابا جون و پسرم و دخترم میزنه، دردش میاد. مشتری به من زنگ زده، به من میگه آقا نامجو آخه مگه میشه، دردش میاد. طرف خودشو لایق نمیدونه که یک حیوان فرمان پذیر داشته باشه، خودشو شایسته این نمیدونه که یک لیدر مقتدر باشه و طبق قوانین سگش رو تربیت کنه، ازش لذت ببره. خودشو لایق نمیدونه. به چه دلیل؟ آخه آقا نامجو ببین چقدر بانمکه، ببین چقدر زفت با عشق داره من نگاه میکنه، مگه من میتونم دارم غذا میخورم نگم بیاد سر سفره؟ مگه من میتونم دور گردن این قلاده بندازم؟ تو خودت لایق زندگی خوب با سگ خونگیت نمیدونی عزیزم. اگه میخوای سگ خوب داشته باشی، مرحله اول قلاده دور گردن، بند لیش. میخوای تو خونه باش کار بکنی، بند لیش. میخوای ببریش تو خیابون، با بند لیش. اولش ممکنه سگت مقاومت کنه ولی آروم آروم دوست میشه باهاش. باید این اتفاق رقم بخوره. اگر سگ دوست داریم داشته باشیم، اگر واقعا میخوایم سگ نگه داریم، اگر نرفتیم به خاطر خلاهای درونیمون سگ بیاریم بندازیم گردن ننه و بابا و خواهر و برادر، اگر رفتیم واقعا سگ بیاریم که خودمون لذت ببریم، باید یاد بگیریم قوانین زندگی با سگ رو، باید بفهمیم چجوری باید با سگ برخورد کنیم، باید خودمو بشناسم در وهله اول. من زمانی که هنوز نمیتونم احساساتمو کنترل بکنم چطور میتونم یک لیدر خوب برای یک سگی باشم که در هر لحظه دنبال قلمروه؟ پس اگر میخواین اگر واقعا من این حرفایی که من دارم میزنم اولا که اصلا برام مهم نیست چه کسی موافقت میکنه با حرف من یا چه کسایی مخالف حرف، اصلا برای من اهمیتی نداره دوستان. این حرفا رو من برای کسایی عزیزایی میزنم که دوست دارن حیوان خونگی رو تجربه بکنن، حالا تا آخر عمرشون، تا آخر عمر اون حیوان، 1 سال، 1 ماه، 6 ماه، 5 سال. برای اون افرادی دارم میگم که دوست دارن یک حیوان خونگی با کیفیت داشته باشن، فرمان پذیر داشته باشن، زمانی که خونه هستن سگ خونگیشون توی این پوزیشن باشه. ببینید من از صبح که بیدارم این سگ توی این پوزیشنه. یکی از دلایلش اینه که این میدونه که تسلیم منه و میدونه که من لیدرش هستم. این میدونه که قراره من انگیزه هاشو بهش بدم. این میدونه که من قراره بهش اگر آوردم تسلیمش کردم توی خونه خودم بهش غذاشو به موقع بدم، تفریح داشته باشه، نظافتش انجام بشه. اگر من این مسئولیت ها رو به عهده بگیرم این سگ به زود، اگه قوانینش رو یاد بگیرم به زودی این سگ توی 2 هفته درک میکنه مسئله رو. و وقتی هم که موضوع رو سگ درک بکنه، چه من توی خونه باشم
این سگ توی این پوزیشن هست و منتظر دستور منه. چه من توی خونه نباشم، تنها باشه، به روش‌های آموزشی که من توی تمام دوره‌هام که توی داخل سایت مهدی نامجو.ir قرار دادم تو قسمت محصولات، همه رو توضیح دادم با صداقت تمام تلاشمو کردم به زبان ساده اون چیزی رو که یاد گرفتم توی حوزه حیوانات که انقدر دارم سعیمو میکنم که وابسته به حیوان خونگیم نباشم که بخوام ازش ضربه بخورم و انقدر قدرت دست خودم بگیرم که این حیوان رو انقدر به خودم وابستهش نکنم که بدون من نتونه زندگی بکنه، که بخواد مثلا اگه من بخوام واگذارش بکنم این سگ بره پیش یک کسی، طرف زنگ بزنه بگه 2 هفته است چی نمیخوره داره میمیره. خب انقدر ازش رها باشم که اگه من کار دارم الان میخوام برم بیرون واسه یک کاری، این سگ اینجا 4 ساعت 5 ساعت هم تنها باشه اینجا میمونه. حتی اگر من دارم میرم بیرون، مادر من، پدر من، هر کسی، دوست من توی این خونه باشه، تا زمانی که از طرف اون افراد دستوری صادر نشده این سگ توی این پوزیشن هست. ممکنه از اینجا بره اون برتر بگیره بخوابه ولی به هیچ کسی آزار نمیرسونه، کسی اون پشت در باشه کاری نداره. سگ میدوند که هیچ کاره در زندگی من مهدی نامجو هست. چرا؟ چون تسلیم منه. چرا؟ چون قوانینش رو من درک کردم و دارم بدون اینکه به سگ کتکش بزنم، بدون اینکه بخوام سرش داد و بیداد بکنم، فوش فضیحت بکشم به حیوان، توسط قوانین به سگ آموختم خیلی هم زود که تو بندگی منو باید بکنی. تو اومدی که زندگی برای من لذت بخش بشه، نه اینکه اومده باشی که خلاهای منو پر بکنی که باعث بشی اون یه ذره آزادی منم تبدیل به زندانی شدن من بشه، یا اینکه من به ذلت برسم از وجود تو. چون اون هیچ چیزی از خودش نداره، هر چیزی هستش از من و شما شکل میگیره به ایوون خونگیمون. من حالا نمیخوام این فایل خیلی طولانی شه، همین الانش هم 18 دقیقه شد. اگر عزیزانی که دوست داشته باشن تو این فضا باشن از دوره‌های من، میتونید توی سایت مهدی نامجو.ir بیاین استفاده کنید. اگه واقعا سگتون براتون مهمه، از سگتون مهمتر آرامش و آسایش خودتون هستش، دوست داشته باشید میتونید بیاین تو دوره شرکت بکنید. دوره ها روی سایت مهدی نامجو.ir قرار گرفته. تمام دوستانی که بیان تهیه بکنن و کامنت بنویسن با من میتونن در تماس باشن. من پیرو هر جلسه از یا هر دوره از آموزشی که اگر نسبت به سوالاتی که بچه‌ها توی کامنتشون بپرسن من جلسات تکمیلی تری رو آماده میکنم و روی اون دوره قرار میدم که در دسترس افرادی که تهیه کردن قرار بگیره. و هدف من اینه که بتونیم از داشتن یه سگ خونگی لذت ببریم، قوانینش رو یاد بگیریم و انقدر آزاد و رها باشیم که اگه تصمیم گرفتیم روزی مسیر زندگیمو من مهدی تغییر بدم، انقدر توانمند و قدرتمند علاوه شخصیتی شده باشم که نگران با سگ خونگیم نباشم، بتونم به راحتی بگذرم ازش، بدمش به کسی که بتونه نگهش داره، رهاش کنم. در چه زمانی؟ در زمانی که اوج شخصیت یک حیوان با شخصیته، نه اینکه بخوام از دست ناهنجاریاش فرار کنم. چون وقتی من میام از دست ناهنجاری سگم فرار میکنم، چون سگ من چیزی جدا از من نیست، هر چیزی هستش از درون من به اون شخص، به اون سگ انتقال داده شده. من اون سگو رها کنم بره، مشکلات دیگه‌مو نمیتونم حلش بکنم. چرا؟ چون نتونستم مسئله یه حیوان تسلیم که ناتوان از شکل زندگیشه من بهش تغییر بدم نسبت به اتفاقاتی که از من داره شکل میگیره و به اون حیوان داده میشه. وقتی بتونم مسئله سگ خونگیمو با قدرت، با قوانینش، به سادگی و با سرعت تمام تغییر بدم، یادش بدم، مطمئنا میتونم مسائل دیگه ای هم تو زندگیم اگه برای من اتفاق میفته بشینم فکر کنم و راه حلش رو پیدا کنم. در غیر این صورت بخوام رها کنم یا اینکه از شرش بخوام خلاص بشم، مطمئنا من تو مسیر زندگیم به خیلی از مسائلی خوردم که حل نکرده ول کردم انداختم اون و جالبه که اون مسائل حل نشده فراموش نمیشه، همچنان با من همراه هست. امیدوارم که این فایل مورد توجه دوستان عزیزم قرار گرفته باشه. تمام هدف من این هستش که هر اون چیزی که درک کردم توی این
دنیای حیوانات و دنیایی که خودم دارم میشناسمش رو به صورت کامل، واضح، ساده و کاملا گویا بیام تو تمام دوره‌های آموزشیم توضیح بدم، چون من اینو فهمیدم و درک کردم که زندگی با سگ آموزش فرمانها مثل بشین بیا و هزاران فرمان دیگه 10% مسئله از 100% زندگی با سگ هستش. 90%ش برمیگرده به رفتارشناسی و خودشناسی خودمون که من توی تمام دورام توضیح دادم. انشاءالله توی سایت metinamju.ir ببینمتون. هر جا که هستید در پناه الله یکتا شاد و ثروتمند باشین. فعلا خدا نگهدارتون.